Ramazanov, Mirzo Jamil. Bavar Kunji, از طرف دست چپی Iskandar دولت Ubayd. برکتی سبز رحمتالله سعیدچو. مخلصان انتظار هستند، مخصوصا مخلصان ونج زمین از پهلوانی که از ناحیه ونج میبراید. یعقوب باقیف مخلصان ونجی هم در آنجا بسیار بودند که به خاطر یعقوب باقیف انمین پهلوانی که نوکک عنوان قهرمانی تاجیکستان را درگذشت. اوه، ابوبکر را میدونیم از سلاله باقیف ها، رسول باقیف، رستم باقیف پدریو. اکنون نبرد دو پهلوان، هر دو سلاله باقیف ها، یکی از ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگری از ناحیه رودکی مبارزه میبرند. این یک سلاله اما یک نسب، اما از دو سلاله است. دو باقیف، ببینید جد و جهد این دو پهلوان. اوه، در اینجا یعقوب جان باقیف، ابوبکر اکنون در حالت بسیار هم مرکب قرار دارد. ابوبکر فاصله را دور میگیرد، لحظه کم فعال میشود. اولین آگاهی را شاید در اینجا علی بک بله دلشو زاده برای ابوبکر باقیف نشان داد. دو نسب باقیفا از دو سلاله باقیفا هنرنمایی میکنند، یکی از ناحیه رودکی و دیگری از ولایت مختار کوهستان بدخشان ونجان زمین. شاید گنج ونج همین پهلوانان باشد که خب ابوبکر کمی لات برداشته است. الله با کمک طبیب نیاز دارد. در اینجا طبیب نزد ابوبکر آمده است. مخلصان انتظار است که این نبرد خیلی هم جالب خواهد شد. مخلصان ببینید پیران کار حضور دارند. اوه، در آنجا یکی از پیران کار حمزه رحمتوف حضور دارد، یکی از راویانی که در مسابقات گشتین ملی حمزه رحمتوف را مگو میشناسند. ناحیه یاوان، پهلوانان ناحیه یاوان هم میبرایند، یعنی مخلصان حضور دارد. خب اکنون باقیفا دست و گریبان یکدیگر را دوباره میچسبند. ببینید در اینجا یعقوب جان باقیف او ابوبکر داشته است، حالا سر کتف، اما باقیف یعقوب جان برای امکانیت نمیدهد. دو سلاله باقیفا مبارزه دارند برای برآمدن به قسمت های منبعد. ابوبکر سمت چپ، هنر این دو پهلوانی که در دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف مشق تحصیل میکنند. اصلا از این دانشکده پهلوانان نامدار میبراید در مقیاس جهان، در مسابقه های بین المللی گشتین هنرنمایی میکنند. اکثرا دست پروران این دانشکده هستند. خب ببینید اکنون پهلوانان باقیفا هر دو هم نزدیکتر می روند. اوه، ابوبکر یعقوب جان کم فعال می شود این نوبت. ابوبکر دوباره لد چشمش لد برداشت با فکرم. یعقوب جان باقی باشد. آزادانه گشتین گرفته ایستاده است. آزادانه گشتین دارد. این پهلوان آدم در قوه های مسلح خدمت میکند. یعقوب جان باقیف پیراهن سفید پوشیده در قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون افسر خدمت میکند. آفرین. با همین هم خدمت وطن مادر میکند، هم تمرین میکند در گشتین ملی. این هم افتخار است. چون این پهلوانانی که شایسته تحسین هستند و هنرشان شایسته است که هم
هم در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تمرین میکنن، هم گوشتین میگیرن در میدان مردانگی گوشتین میگیرن. ابوبکر، یعقوب جان باقیف چست چالا کنه. حالا ببینید برای پهلو افتادن اینجا کوشش و ابوبکر را از مرکز میدان بیرون میکند. چو چنگ به گریبان رقیب بزند و او را از میدان بیرون میکند. اما به مثل پلنگان بدخشی ابوبکر اکنون اوستینی یعقوب جان را داشتن است. توقف میشد لحظه. ابوبکر هم پهلو حلال. والدین نصیری یکتکی سفید رمضان میرزا جانی. گشتای برگشته اینجا هجوم های یعقوب جان باقیف نسبت به ابوبکر باقیف زیادتر می شود. چی باشد ابوبکر اون شیوه پیشتر خود را نشان نمیدهد در مقابل یعقوب جان. دعوت کرده شد به گلیم دیگر هجومی یعقوب جان باقیف بود. در گلیم رقمی یک تقریبینت روسیف عبدالله سید ابرار شهباز. روسیف عبدالله سید ابرار شهباز. از طرف دستی راستی دو تکی سفید مراد بلوغبک ازبکستان. از طرف دستی چپی دوار و یک تکی سبز ارلیف میرلند قرقیزستان. تنبیه دارد آگاهی اول برای یعقوب جان باقیف است. 4 جایزه منتظر است تا پهلوانان نبرد خوب نشان دهند و صاحب خود را پیدا کنند. وقت به انجام رسد از نبرد این دو پهلوان. و همین طریق در گلیم رقمی یک غالبیت نصیبی یعقوب باقیف. یعقوب جان باقیف غالب اعلام می شود و ابوبکر از دوام رقابت ها محروم می شود. اکنون وزنی تا 90 کیلو